پنجم آگوست در شهر ادینسو و ولایت مسکو با اشتراک مهاجران باز یک زنوزنی گروهی روی داده است. ویدیوی لحظه زنوزنی در گروه تپیشن ادینسو و در شبکه فکنتاکت نشر شده است. به گفته شاهدان شام پنجم آگوست دهها نفر با چوب و کلتک مسلح اول در حدود کوچه سیورنه زنوزنی کردند و بعد چند مناقشه آنها به محله خوابگاه موقتی کارگران ساختمانی مجتمع استقامتی ادینبورگ کوچید. بنا به اطلاع شبکه تلویزیونی رنتوه در ادینسو و زادگان کشورهای شوروی سابق با زادگان منطقه های جنوب روسیه از گریبان هم گرفتند. تفصیلات دیگر حادثه هنوز دسترس نشده است. در وقتهای آخر این بار اول نیست که بین مهاجران از شوروی سابق و زادگان منطقه قفقاز شمالی روسیه زنوزنی ها روی میدهند. از جمله شام 28 ایول در شهر سنت پتربورگ زادگان تاجیکستان و چچنستان از گریبان یکدیگر گرفتند. پلیس پتربورگ 166 نفر را دستگیر کرد. شب 12 ایول در نزد ایستگاه مترو کوزمینک حدود 200 مهاجر اساساً زادگان قرقیزستان و تاجیکستان زنوزنی کردند. پلیس 103 نفر آنها را دستگیر کرد. روز 18 ایول زنوزنی با اشتراک حدود 20 نفر در شهرک اپریلوفکا در ولایت مسکو روی داد. پلیس مسکو حدود 50 مهاجر را دستگیر کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت چنین زنوزنی ها در چند منطقه از جمله در ولایت های امور، مسکو، سوردلوفسک، جمهوری داغستان همچنین در شهرهای مسکو و سنت پتربورگ روی دادند. شماره افزاینده مناقشه ها و زنوزنی ها بین مهاجران در وقتهای آخر مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 28 ایول در سامانه رسمیش هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای اشتراک در زنوزنی های عمومی بدون یگان چون و چرا از قلمرو روسیه دپورتاسیون کرده از حق بازگشت به این کشور محروم خواهند کرد.